سلام عرض میکنم. من غلامعلی درباری هستم با اسم هنری میم. کارگردان فیلم پایان ندارد، یعنی پایان ندارد. الان که این فیلمو میبینید من نمیدونم کجا. شاید توی دونه سلول انفرادی تو بند 208 زنده نوین باشم. شاید پاسپورتمو ضبط کرده باشن و خودم به یه مکان نامعلومی برده باشن و در حال شکنجه کردنم باشم. شاید سوار هواپیما باشم تا توی خاک کشور اروپایی درخواست پناهندگی بدم. شاید منو کشته باشن و جنازه‌مو با شرط و شروط تحویل خانواده‌ام بدن. این آخرین فیلمی که تو ایران میسازم. برای همین دوست دارم که تقدیمش کنم به تک تک انسان‌هایی که در سرتاسر دنیا فریاد میزنن زن، زندگی، آزادی.